یکی از همراهان اشرف غنی رئیس جمهوری برکنار شده افغانستان جزئیات فراری او، پیوندان و بعضی از محافظان و اعضای حکومتش را از کابل آشکار کرده از تاجیکستان نیز نام برده است. اشرف غنی روز 15 آگوست امسال از افغانستان فرار نمود و برای این هدف تنقیدهای گسترده قرار گرفت. در آغاز گفته میشد هواپیمای حامل او در دوشنبه ایستی کوتاه کرده سپس به یک کشور عربی رفته است، اما دیرتر وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر را رد نمود. یکی از همراهان اشرف غنی در صحبت با روزنامه 8 صبح کابل گفته است 15 آگوست 53 نفر از جمله اشرف غنی و همسرش رولو غنی در 4 چرخبال نشسته بودند و از بس که جانب تاجیکستان به درخواست آنها برای پایین آمدن در خاک کشور پاسخ نداد، ناچار در فرودگاه ترمیزی ازبکستان نشستند. چرخبال‌ها در امتداد مسیر دریای اومو در حال پرواز بودند. با وجود چندین تماسی دیگر ارتباط با طرف تاجیکستان برقرار نشد. در همین لحظه ها تصمیم گرفته شد که به سمت میدان هوایی ترمیز در ازبکستان برویم، نقل کرده است او. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 16 آگوست با نشر اظهارات گفته بود هواپیمای اشرف غنی وارد حریم هوایی تاجیکستان نشده و در این رابطه از جانب افغانستان هیچ گونه درخواست دریافت نکردند. به قول منصبدار پیشین افغانستان، طرف ازبکستان هم به درخواست آنها پاسخ نداده است، هرچند گفتند چرخبال‌ها حامل شخص اول افغانستان است و نیاز به نشست اضطراری دارد. خلبان چرخبال حامل اشرف غنی به توجه به برقرار نشدن رابطه با مقام‌های ازبک با چرخبال‌های دیگر تماس گرفت و گفت هرچی اتفاق می‌افتد در ترمیز فرود آیند، چرا که سوخت چرخبال‌ها تمام شده است، افزود او. به گفته یکی از همراهان اشرف غنی، مرزبانان ازبکستان با برخورد توهین‌آمیز محافظان و همراهان غنی را بازرسی و خلع سلاح کرده آنها را 31 ساعت در یک جا نگاه داشتند. جانب ازبکستان هرچند فرود آمدن چند هواپیمای نظامی افغانستان را در آن شب و روز در حدود ترمیز اعتراف کرده است، درباره نشستن چرخبال‌های اشرف غنی و همراهانش در آنجا چیزی نگفته است. نقل یکی از همراهان اشرف غنی روز 2 اکتبر در روزنامه 8 صبح کابل نشر شد. با او سنجر سهیل صاحب امتیاز روزنامه صحبت کرده است، اما میگوید طبیعی است چشم یک فرد از همه اتفاقاتی که در آن روز رخ داد نمیتواند تصویری روشن و کلی را از همه عوامل و دلایل فرار اشرف غنی نشان بدهد. ممکن است بعضی از اطلاعاتی که در این یادداشت میآید نیاز به بررسی، بازخوانی یا تایید چند همراه دیگری اشرف غنی داشته باشد. مصاحب روزنامه 8 صبح که به دلیل امنیتی از او نام نبردند میگوید آنها ساعت 11 شب 16 آگوست پس از یک روز اشغال کابل از طرف طالبان با هواپیمای خرد که هیچ گونه نشان تجاری و دولتی نداشت از فرودگاه ترمیز به شهر ابوظبی امارات متحده عربی رفتند. روزنامه دریافت کرده است که پرواز شماره FJK 1255 بر اساس گزارش فلایت رادار روز 16 آگوست از فرودگاه ترمیز به سمت ابوظبی رفته است. به نوشته روزنامه این هواپیمای متعلق به شرکت فلایجت از قزاقستان است. 8 صبح میگوید پرداختن به جزئیات و چگونگی به کرایه گرفتن هواپیما یک بحث جداگانه است که نیاز به تحقیقات بیشتر دارد. مصاحب نشریه گفته است آنها پس از 3.5 ساعت به ابوظبی رسیدند و چند مرد عرب داخل هواپیما شده پس از احوالپرسی با اشرف غنی و حمدالله محیب مشاور امنیتی ملی آنها را به شمول فضل محمود فضلی، رولو غنی و شماری از دستیاران نزدیکشان با خود بردند. برخورد عرب‌ها برخلاف ازبک‌ها خیلی محترمانه بود. آنها اشرف غنی و همراهانش را با ماشین‌های لوکس و ویژه از داخل فرودگاه بیرون بردند. من و حدود 40 تن دیگر سوار ماشین‌ها شدیم که منتظر ما بودند و به سمت مهمانخانه رفتیم و افزوده است پس از آن دیگر اشرف غنی و همراهانش را ندید. اشرف غنی 72 ساله رئیس جمهوری برکنار شده افغانستان پس از 3 روز فرارش اعلام کرد که در امارات متحده عربی است، اما نگفت که در چه وضع و با کیها از کشور بیرون شد. وزارت کارهای خارجه امارات متحده عربی گفته بود اشرف غنی همراه با خانواده‌اش به دلایل بشردوستانه در آن کشور میباشند.